سخن رو با نام خدا آغاز می کنم. در این قسمت از مطالعه ساختار کربوهیدرات ها مشتقات مونوساکاریدها ها رو مورد بررسی قرار میدیم. از مهمترین مشتقات مونوساکاریدها ها قندهای دئوکسی هستند. در قندهای دئوکسی اتم هیدروژن جایگزین گروه OH در مولکول مونوساکارید میشه. اگر به یاد داشته باشید در رابطه با ساختار ریبوز اشاره کردیم که ریبوز یک مونوساکارید 5 کربونه هست که کربن شماره 1 اون دارای گروه آلدهیدی و کربن شماره 5ش دارای گروه الکلی نوع اول هستش و روی کربن‌های شماره دوم، سوم و چهارم هر کدوم یک گروه الکلی نوع دوم قرار گرفته. کربن‌های دوم، سوم و چهارم در ساختار خطی ریبوز به صورت نامتقارن بودند. بنابراین در این ساختار ریبوز دارای 8 ایزومر نوری آلدهیدی بودش. OH متصل به کربن شماره 4 ریبوز اشاره کردیم که میتونه با گروه کربونیل گروه آلدهیدی تعامل برقرار کنه و حاصل این تعامل ساختار حلقوی گلوکوز هست که در سمت چپ این اسلاید ساختار بتا دی ریبوفورانوز رو مشاهده میکنیم. همطور که اشاره کردیم در قندهای دئوکسی اتم هیدروژن جایگزین گروه هیدروکسیل در ساختار مونوساکارید میشه. به عنوان مثال در ساختار ریبوز اتم هیدروژن میتونه جایگزین گروه هیدروکسیل متصل به کربن شماره 2 ریبوز بشه و ریبوز تبدیل بشه به 2 دئوکسی دی ریبوز. این ترکیبات همطور که اشاره کردیم میتونن به صورت حلقوی باشن و همونطور که میدونید بتا دی ریبوفورانوز که اصطلاحاً بهش ریبوفورانوز گفته میشه در ساختار RNA و بتا دی دئوکسی ریبوفورانوز که اصطلاحاً بهش دئوکسی ریبوفورانوز اطلاق میشه در ساختار DNA مشاهده میشه. از قندهای دئوکسی دیگه میتونیم به الفوکوز اشاره بکنیم که فرم دئوکسی گالاکتوز هست. در فوکوز اتم هیدروژن جایگزین OH متصل به کربن شماره 6 گالاکتوز شده. قند دئوکسی دیگه‌ای که بهش اشاره میکنیم ال رامنوز هست که فرم دئوکسی مانوز هستش. در رامنوز هم اتم هیدروژن جایگزین گروه هیدروکسیل متصل به کربن شماره 6 در مانوز شده. از جمله قندهای دیگه دئوکسی میتونیم به 2 دئوکسی گلوکوز اشاره بکنیم که به عنوان مهار کننده متابولیسم گلوکوز ازش استفاده میشه. از مشتقات دیگه مونوساکاریدها قندهای آمینه هستند. در قندهای آمینه گروه آمین جایگزین گروه هیدروکسی در مولکول مونوساکارید میشه. به عنوان مثال در این اسلاید در سمت راست ساختار بتا دی گلوکوز رو مشاهده میکنید و در سمت چپ ساختار بتا دی گلوکوز آمین رو مشاهده میکنید. در این ساختار گروه آمین جایگزین OH متصل به کربن شماره 2 در گلوکوز شده. از جمله قندهای آمینه دیگه میتونیم به گالاکتوز آمین اشاره بکنیم که در این اسلاید در سمت راست ساختار بتا دی گالاکتوز آمین رو مشاهده میکنیم. به گروه آمین در قندهای آمینه میتونه گروه استیل متصل بشه. همطور که در این اسلاید در سمت راست مشاهده میکنید در مولکول گلوکوز آمین گروه استیل به گروه آمین متصل شده و بتا دی ان استیل گلوکوز آمین رو ایجاد کرده. باید به این نکته اشاره بکنیم که گروه استیل از جمله گروه‌های آسیل هست که در این اسلاید ساختار گروه استیل رو در سمت راست و ساختار گروه آسیل رو در سمت چپ مشاهده می‌کنید. از مشتقات دیگه مونوساکاریدها میتونیم به مشتق استری مونوساکاریدها اشاره بکنیم.
مونوساکاریدها دارای گروه هیدروکسیل هستند و بنیانهای اسیدی عالی و یا بنیانهای اسیدی معدنی میتونن با گروه هیدروکسیل تعامل برقرار بکنن و از واکنش بین یک بنیان اسیدی و گروه الکلی استر به وجود میاد. بنابراین هنگامی که بنیانهای اسیدی با گروه الکلی قندها تعامل برقرار کنند، مشتق استری قندها ایجاد میشه و همطور که در این ساختار میبینید مولکول گلوکوزی رو داریم که گروه فسفات به کربن شماره 6 متصل شده. بنابراین این جسم گلوکوز 6 فسفات هستش. مولکول فسفات میتونه به قندهای دیگه از جمله فروکتوز متصل بشه و در این اسلاید ساختار فروکتوز 6 فسفات رو مشاهده میکنیم. چند مولکول فسفات میتونن به یک مولکول قند متصل بشن. به عنوان مثال در فروکتوز 1 و 6 بیس فسفات، یک گروه فسفات به کربن شماره 1 و گروه فسفات دیگه به کربن شماره 6 متصل شده. از جمله مشتقات استری دیگه قندها میتونیم به مولکول گلیسر آل 3 فسفات و دی هیدروکسی استون فسفات اشاره کنیم. به این نکته باید اشاره کنم که در مسیر گلیکولیز که یکی از مهمترین مسیرها در متابولیسم گلوکوز هست، گلوکوز توسط 10 واکنش که در سیتوپلاسم سلول انجام میشه به مولکول پیروات تبدیل میشه. در مسیر گلیکولیز گلوکوز ابتدا تبدیل به گلوکوز 6 فسفات میشه. گلوکوز 6 فسفات تبدیل میشه به فروکتوز 6 فسفات که تبدیل یک آلدوز به کتوز هستش. در واکنش بعدی فروکتوز 6 فسفات تبدیل میشه به فروکتوز 1 و 6 بیس فسفات. مولکول فروکتوز 1 6 بیس فسفات تفکیک میشه به مولکول گلیسر آل 3 فسفات و دی هیدروکسی استون فسفات. مولکول گلیسر آل 3 فسفات سپس تبدیل به یک 3 بیس فسفوگلیسرات میشه که این ترکیب به 3 فسفوگلیسرات و 3 فسفوگلیسرات تبدیل به 2 فسفوگلیسرات میشه. در نهایت 2 فسفوگلیسرات تبدیل به فسفوانول پیروات و فسفوانول پیروات تبدیل به پیروات میشه. تا اینجا با ساختار گلوکوز 6 فسفات، فروکتوز 6 فسفات، فروکتوز 1 و 6 بیس فسفات، دی هیدروکسی استون فسفات و گلیسر آلدهید 3 فسفات در مسیر گلیکولیز آشنا شدید. از مشتقات دیگه مونوساکاریدها میتونیم به مشتق اسیدی این ترکیبات اشاره بکنیم. از جمله مشتق اسیدی مونوساکاریدها میتونیم به اسیدهای اشاره بکنیم که از اکسایش گروه الکلی نوع اول مونوساکاریدها و تبدیل این گروه به گروه اسید کربوکسیلیک به وجود میاد که این نوع از اسیدها رو اصطلاحاً بهشون اسیدهای یورونیک گفته میشه. از جمله مهمترین اسیدهای یورونیک میتونیم به بتا دی اسید گلوکرونیک یا گلوکرونات اشاره بکنیم که در این اسلاید با ساختارش آشنا میشه. همطور که در این اسلاید میبینید در سمت راست ساختار بتا دی اسید گلوکرونیک یا گلوکرونات رو مشاهده میکنید و در سمت چپ ساختار آلفا ال اسید آیودرونیک یا آیودرونات رو مشاهده می کنید که این دو ترکیب نسبت به هم اپیمر روی کربن شماره 5 هستند. از جمله مونوساکاریدهای اسیدی دیگه میتونیم به مونوساکاریدهای اشاره بکنیم که گروه آلدهیدی این ترکیبات دچار اکسایش شده. در این صورت اسیدهای آلدونیک به وجود میاد که اگر در گلوکوز این حالت ایجاد بشه اسید گلوکونیک رو خواهیم داشت. اگر اکسایش گروه الکلی نوع اول و گروه آلدهیدی رو با هم داشته باشیم اسیدهای آلدریک یا ساکاریک ایجاد میشه. از جمله اسید گلوکو ساکاریک و یا اسید گالاکتو ساکاریک که اسم دیگرش اسید موسیک هستش. در این اسلاید در سمت راست مولکول گلوکوز رو مشاهده می کنید و در سمت چپ مولکول گلوکوزی رو مشاهده می کنید که گروه آلدهیدی این ترکیب اکسید شده
و تبدیل شده به اسید گلوکونیک که اگر هیدروژن گروه کربوکسیلش به صورت پروتون جدا بشه گلوکونات رو ایجاد میکنه. در این اسلاید در سمت راست مولکول گلیسرالدهید رو مشاهده میکنید و در سمت چپ مولکول گلیسرالدهیدی رو مشاهده میکنید که گروه آلدهیدیش اکسید شده و تبدیل به گروه اسیدی شده و اسید گلیسریک یا گلیسرات رو به وجود آورده. اگر مجددا مسیر گلیکولیز رو بررسی بکنیم اشاره کردیم در این مسیر گلیسرالدهید فسفات میتونه به 1 و 3 بیس فسفوگلیسرات تبدیل بشه. ترکیب 1 و 3 بیس فسفوگلیسرات یک مشتق اسیدی مونوساکاریدی هستش. در این ترکیب اسید گلیسریک یا گلیسرات به کربن شماره 1 و کربن شماره 3 هر کدوم یک گروه فسفات متصل شده. این ترکیب میتونه 3 فسفوگلیسرات تبدیل بشه که گلیسراتی هستش که به کربن شماره 3 یک گروه فسفات متصل شده و 3 فسفوگلیسرات میتونه به 2 فسفوگلیسرات تبدیل بشه که در این ترکیب به کربن شماره 2 گلیسرات یک مولکول فسفات متصل شده. در نهایت همطور که اشاره کردیم 2 فسفوگلیسرات میتونه تبدیل به فسفوانول پیروات و فسفوانول پیروات تبدیل به پیروات بشه. پیروات یه ترکیب 3 کربونه هست که کربن شماره 1 دارای گروه اسید کربوکسیلیک هست و کربن شماره 2 که بهش کربن آلفا هم اطلاق میشه دارای گروه کتونی هست. بنابراین میتونیم اشاره بکنیم که پیروات یک آلفا کتو اسید هستش. بنابراین اگر مسیر گلیکولیز رو مورد بررسی قرار بدیم تبدیل گلوکوز به پیروات رو در این مسیر خواهیم داشت و با ساختار متابولیت های موجود در این مسیر آشنا شدیم. اشاره کردیم که گلوکوز تبدیل به گلوکوز 6 فسفات میشه، سپس این جسم تبدیل به فروکتوز 6 فسفات میشه و فروکتوز 6 فسفات تبدیل به فروکتوز 1 و 6 بیس فسفات میشه. فروکتوز 1 و 6 بیس فسفات تفکیک میشه به دی هیدروکسی استون فسفات و گلیسرالدهید 3 فسفات. گلیسرالدهید 3 فسفات تبدیل به 1 و 3 بیس فسفوگلیسرات میشه. این جسم تبدیل به 3 فسفوگلیسرات میشه. 3 فسفوگلیسرات تبدیل به 2 فسفوگلیسرات میشه و در نهایت 2 فسفوگلیسرات تبدیل به فسفوانول پیروات و فسفوانول پیروات تبدیل به پیروات میشه که یک ترکیب 3 کربونه هست و اصطلاحاً بهش آلفا کتو اسید اطلاق میشه. اسید آسکوربیک یا ویتامین C یکی دیگه از مشتقات مونوساکاریدی هستش. در ساختار اسید آسکوربیک گروه کربوکسیلی وجود داره که این گروه کربوکسیل میتونه با گروه الکلی که به کربن شماره 4 متصل شده تعامل برقرار بکنه و پیوند استری رو به وجود بیاره. در این حالت استر حلقوی رو داریم که اصطلاحاً بهش لاکتون گفته میشه. از مشتقات دیگه مونوساکاریدها میتونیم به اسید مورامیک اشاره کنیم که در دیواره سلولی باکتری ها وجود داره. اسید مورامیک از گلوکوز آمین و اسید لاکتیک ساخته شده که گلوکوز آمین OH متصل به کربن شماره 3 پیوند اتری رو با اسید لاکتیک به وجود میاره. به گروه آمین اسید مورامیک گروه استیل میتونه متصل بشه و ان استیل مورامیک اسید رو ایجاد بکنه. از مشتقات دیگه مونوساکاریدها میتونیم به اسید سیالیک اشاره بکنیم. در ساختار اسید سیالیک ابتدا اسید پیرویک رو داریم که متصل به ان آسیل مانوز آمین میشه. مانوزی که کربن شماره 2 متصل به گروه آمین شده، بنابراین مانوز آمین رو خواهیم داشت و به گروه آمین در این مانوز آمین یک گروه آسیل متصل شده که ان آسیل مانوز آمین رو ایجاد میکنه. بنابراین در اسید سیالیک اسید پیرویک و مانوز در ساختارش وجود داره. از جمله مولکول‌های اسید سیالیک میتونیم به ان استیل نورامینیک اسید اشاره بکنیم که با علامت NaNA نشونش میدن. در ان استیل نورامینیک اسید گروه استیل به مانوز آمین متصل شده.
اسید سیالیک و ان استیل نورامینیک اسید که مثالی از اسیدهای سیالیک هست میتونن به صورت حلقوی در بیان و در ساختار حلقویشون این امکان وجود داره که هیدروژن متصل به گروه کربوکسیل به صورت پروتون جدا بشه و این جسم دارای بار منفی بشه. بنابراین اگر در سطح سلولی میزان زیادی اسید سیالیک وجود داشته باشه، این اسیدهای سیالیک در pH فیزیولوژیک ایجاد بار منفی رو در این ناحیه میکنن. یکی دیگه از مواردی که در رابطه با مونوساکاریدها مطرح میشه احیای مونوساکاریدها هست. گروه آلدهیدی و یا کتونی موجود در مونوساکاریدها میتونه احیا بشه و تبدیل به گروه الکلی بشه. بنابراین مونوساکاریدها در اثر احیا تبدیل به ترکیبات پلی هیدروکسی میشن. به عنوان مثال ریبوز در اثر احیا تبدیل به ریبیتول میشه که در ساختمان ویتامین B2 و یا ریبوفلاوین مشاهده میکنیم. گلوکوز تبدیل به گلوسیتول یا سوربیتول میشه، مانوز تبدیل به مانیتول میشه، گالاکتوز تبدیل به گالاکتیتول یا دالسیتول میشه و از احیای فروکتوز مخلوطی از گلوسیتول و مانیتول ایجاد میشه. به این نکته هم باید اشاره بکنیم که الکل‌های چند عاملی به آسانی نمیتونن از غشای سلول عبور بکنن. به همین علت در سلول تجمع پیدا میکنن و این امر باعث افزایش فشار اسموزی و تجمع آب در سلول میشه. به همین علت در بیمارانی که به مدت طولانی دارای بیماری دیابت قندی دیابتیس ملیتیوس هستند، به علت افزایش گلوکوز خون و به دنبال اون افزایش نفوذ گلوکوز به عدسه چشم، گلوکوز توسط آنزیم آلدوز ردوکتاز احیا میشه و تبدیل به سوربیتول میشه. سوربیتول یه الکل چند عاملی هست که میتونه مقدار زیادی آب رو در اطراف خودش جمع بکنه و همین عامل باعث ایجاد آب مروارید یا کاتاراکت در این افراد میشه. یکی از خصوصیات مونوساکاریدها خاصیت احیا کنندگی مونوساکاریدها هست. مونوساکاریدها در محیط قلیایی ضعیف خاصیت احیا کنندگی دارند و میتونن یونهای فلزی از جمله کاتیونهای دو ظرفیتی مس رو احیا بکنن. این خاصیت احیا کنندگی اساس واکنش بندیکت هست. بنابراین در واکنش بندیکت مونوساکارید میتونه با هیدروکسید مس 2 تعامل برقرار بکنه. مونوساکارید یونهای مس دو ظرفیتی رو احیا بکنه و اونها رو تبدیل به یونهای مس یک ظرفیتی هیدروکسید مس 1 بکنه. و اگر هیدروکسید مس 1 ایجاد شده رو گرمش بکنیم، در اثر حرارت رسوب آجروی رنگ اکسید مس 1 به وجود میاد. باید این نکته رو بهش اشاره بکنیم که همه مونوساکاریدها دارای خاصیت احیا کنندگی هستند و هیچ کدوم از پلیساکاریدها خاصیت احیا کنندگی ندارند و دیساکاریدها و اولیگوساکاریدها بعضیاشون دارای خاصیت احیا کنندگی هستند و بعضیاشون فاقد خاصیت احیا کنندگی هستند. به پایان این قسمت میرسیم. امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشید.